قبل از شروع این ویدیو حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال نمایید تا ویدیوهای جدید را از دست ندهید. حمایت شما باعث می شود ویدیوهای بهتر و قوی‌تر برایتان بسازیم. ترس چیزی است که در ظاهر انسان را متوقف می کند، اما در حقیقت در ذهن او ساخته می شود. در این ویدیو می خواهیم یاد بگیریم چگونه بر ترس غلبه کنیم و آن را به قدرت تبدیل کنیم. چگونه بر ترس غلبه کنیم؟ ترس یکی از پنهانترین اما قوی‌ترین احساسات انسان است. چیزی که دیده نمی شود، اما می تواند تصمیم‌ها، آینده، فرصت‌ها و حتی سرنوشت یک انسان را کنترل کند. بسیاری از افراد فکر می کنند مشکل اصلی زندگیشون کمبود پول، امکانات یا شانس است. اما در حقیقت بزرگترین مانع رشد انسان ترس است. ترس از شروع کردن، ترس از شکست، ترس از قضاوت دیگران، ترس از تغییر و حتی ترس از موفق شدن. اگر دقت کنیم، می‌بینیم بسیاری از انسان‌ها ایده دارند، آرزو دارند، توانایی دارند، اما هیچ وقت قدم اول را برنمی‌دارند. چرا؟ چون ترس در ذهنشان بزرگتر از هدفشان شده است. ترس مانند دیواری نامری است که جلوی حرکت انسان را می‌گیرد. اما نکته مهم این است، این دیوار واقعی نیست، ساخته ذهن است. در این ویدیو می‌خواهیم یاد بگیریم چگونه بر ترس غلبه کنیم، چگونه اون را کنترل کنیم و چگونه اون را به نیروی حرکت تبدیل کنیم. چون حقیقت این است، انسان‌های موفق بدون ترس نیستند، بلکه یاد گرفته‌اند چگونه با وجود ترس حرکت کنند. ترس چیست و از کجا می‌آید؟ ترس یک احساس طبیعی است که برای محافظت از انسان ایجاد شده است. در گذشته‌های دور، ترس باعث زنده ماندن انسان می‌شد، اما در دنیای امروز، بسیاری از ترس‌ها واقعی نیستند، بلکه ذهنی هستند. مثلا، ترس از شکست در کاری که هنوز شروع نکرده‌اید. ترس از حرف مردم درباره کاری که هنوز انجام نداده‌اید. ترس از آینده‌ای که هنوز نیامده است. اینها واقعیت نیستند، بلکه سناریوهای ذهنی هستند که ذهن انسان می‌سازد. چرا ترس خطرناک است؟ ترس اگر کنترل نشود، تبدیل به زندان ذهنی می شود. این زندان انسان را در جای خود نگه می دارد، حتی اگر استعداد، فرصت و توانایی داشته باشد. ترس باعث می شود انسان شروع نکند. انسان ادامه ندهد. انسان ریسک نکند. انسان فرصتها را از دست بدهد. و در نهایت، زندگی‌هایی که می توانست موفق باشد، در حد حسرت باقی بماند. چگونه بر ترس غلبه کنیم؟ حالا به بخش مهم میرسیم، راه‌های عملی برای غلبه بر ترس. 1. شروع کردن با وجود ترس. بزرگترین اشتباه این است که منتظر باشی ترس کاملاً از بین برود. ترس هیچ وقت کامل از بین نمی رود. راه حل این است، با ترس شروع کن. هر قدمی که برمی‌داری، ترس کوچکتر می شود. 2. شکستن کارهای بزرگ به قدم‌های کوچک. ترس زمانی بزرگ می شود که هدف بزرگ و مبهم باشد. وقتی یک کار بزرگ را به قدم‌های کوچک تقسیم کنی، ذهن دیگر آن را خطرناک نمی بیند. 3. روبرو شدن با ترس، نه فرار کردن از آن. فرار از ترس آن را قوی‌تر می کند. اما روبرو شدن آن را ضعیف می کند. هر بار که با ترس مواجه می شوی، در واقع در حال قوی‌تر شدن هستی. 4. تمرکز بر نتیجه، نه قضاوت مردم. بسیاری از ترس‌ها از نظر دیگران می‌آیند. اما حقیقت این است، مردم همیشه حرف می‌زنند، چه تو موفق شدی چه نشدی. پس بهتر است به جای مردم روی هدف تمرکز کنید. 5. تجربه گرفتن از شکست‌ها. شکست پایان نیست، بلکه آموزش است. هر شکست یک درس دارد که تو را برای قدم بعدی آماده‌تر می‌کند. 6. تغییر گفتگوی ذهنی. اگر دائم به خودت بگویی نمیتوانم، مغزت باور میکند. اما اگر بگویی میتوانم یاد بگیرم، ذهن شروع به ساختن راه حل میکند. 7. قرار گرفتن در محیط شجاعان. محیط تأثیر مستقیم روی ذهن دارد. اگر کنار افراد ترسو باشی، ترس تو بیشتر میشود. اگر کنار افراد تلاشگر باشی، شجاعت تو افزایش پیدا میکند. 8. عمل کردن قبل از کامل شدن شرایط. هیچ وقت شرایط کامل نمی شود. افراد موفق با شرایط ناقص شروع می کنند و در مسیر کامل می شوند. 9. تمرین مداوم شجاعت. شجاعت یک تصمیم نیست، یک تمرین است. هر بار که کاری را با ترس انجام می دهید، مغزت یاد می گیرد که ترس قابل کنترل است.
10. پذیرش این حقیقت: ترس همیشه هست. باید قبول کنی که ترس بخشی از زندگی است. هدف حذف ترس نیست، بلکه مدیریت آن است. نتیجه گیری: ترس دشمن واقعی انسان نیست، نادانی نسبت به ترس است که مشکل ایجاد می‌کند. وقتی بفهمی ترس فقط یک احساس است، نه یک حقیقت، قدرت چند برابر می‌شود. اگر بخواهیم ساده بگوییم، ترس زمانی تو را شکست می‌دهد که تو از آن فرار کنی. اما زمانی که به سمت آن حرکت کنی، تبدیل به قدرت می‌شود. مثال‌های عملی برای درک بهتر. برای اینکه موضوع واضح‌تر شود، چند مثال واقعی. 1. کسی می‌خواهد کسب و کار شروع کند، اما می‌ترسد شکست بخورد، شروع نمی‌کند، همیشه در همون وضعیت می‌ماند. 2. دانش آموزی می‌خواهد سوال بپرسد، اما از قضاوت دیگران می‌ترسد، سکوت می‌کند، یادگیری‌اش ضعیف می‌شود. 3. فردی می‌خواهد در جمع صحبت کند، اما می‌ترسد، همیشه عقب می‌نشیند، اعتماد به نفسش کاهش می‌یابد. 4. کسی می‌خواهد مهاجرت کند، اما از ناشناخته‌ها می‌ترسد، هیچ وقت اقدام نمی‌کند، فرصت‌ها از دست می‌رود. 5. فردی می‌خواهد ورزش شروع کند، اما می‌گوید دیر است، شروع نمی‌کند، سلامتی‌اش آسیب می‌بیند. 6. شخصی ایده دارد، اما از حرف مردم می‌ترسد، اجرا نمی‌کند، ایده‌اش از بین می‌رود. 7. کسی از شکست قبلی می‌ترسد، دوباره تلاش نمی‌کند، رشد متوقف می‌شود. 8. فردی می‌خواهد مهارت یاد بگیرد، اما از سختی اول می‌ترسد، ادامه نمی‌دهد، پیشرفت نمی‌کند. 9. شخصی می‌خواهد تغییر کند، اما از تغییر می‌ترسد، در جای خود می‌ماند.